ما براتون شیر آوردم تون بخورین. اما پچقش کو بیده داخل شیر چی است؟ پچقش کو داخل شیر ببین چی است پچق کو. این تو پچقش باشه ماتون. أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي سه نفر یک دو سه فأهل الوفاء كلون بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، زمستان سرد است. هموطنان ما بیش از هر زمان نیازمند دستگیری هستند. ما یک برنامه تفریحی که بهانه برای دلجویی و کمک کردن از هموطنان عزیز ماست در داخل از گلاس های یک بار مصرف پول جای به جای کردیم. البته پولای معده است و نزدیک به 1.5 الی 2000 افغانی در جای به جای شده است و ما چونه انداختیم. شیر نیست وقتی ریزی که ضایع نشه. أحب الوفاء بشتى الصور. سلام لالا، خوب هستی؟ اجازه است یک دقیقه پولید میشینیم گپ بزنیم قصه ها کنیم. اجازه هستی؟ چال داری؟ خوب هستی؟ چی هست نامت لالا؟ نام اسلام‌الدین. اسلام‌الدین. چطور در جای سرد آمشتی؟ برف هم یک کود خوب کنک است نه؟ در روز چند روز چقدر کار میکنی در روز؟ در روز یک سر پس 50 روپیه کار میکنم. خواه؟ باز مشکلات خانه تا حل میشه؟ مشکلات خانه حل نمیشن، پس این نان خوش میبره دیگه. چقدر خانه کام از برف نه؟ من بر شیر آوردیم گرم نرم. خیر. میخوری؟ این ما چی است نامکت؟ زهرا نامک خودت؟ حسین علی. نان میخورین؟ خانه تان کجاست؟ خانه ما چهره شهید. اینجا بخاطر چی شدین خاله؟ به خاطر کار ماشین است، به خاطر کمک چیزی بیاره. تفلکایت گشنه است به خاطر از این؟ یعنی کس نان چیزی بتانه؟ خب ما اینت شیر آوردیم بر تفلکا که بخورن. میخوری شیر؟ ها؟ تو میخوری شیر؟ یعنی یک شیر میخورم. ما باش نامه که چی بود حسین علی؟ بگو حسین جان. باش بر تو وازش کنم خب؟ اینه بگی چی میکنی؟ بود پالش؟ بود پالشی میکنی. در چند کار میکنی؟ روز ساعت 1.5 ساعت. چاش تا ماست نان خوردی یا نه؟ بیشتر دیدم نان خشک میخوردی. یک تا کیله خریدیم خوردیم. کت نان خشک؟ نه نان نبودیم، کیله بود. خب ما بر شیر آوردیم استاد. قربانت خیلی خداوند. بخوری مشکلت انشالله. خداوند از بجای نان چاش. الهی آمین. یک روز چند کار میکنه؟ ساعت 1.5 ساعت کار میکنیم. ساعت 1.5 ساعت؟ برابری کیلو 70 روپیه کار کردیم. خب امروز تابال 40 روپیه کار کردیم. بیا خداوند مهربان است. هوام سرد از برف هم زده نه؟ باش ما برتان شیرین. سلام بسه کاکا جان، خوب هستی؟ زنده باش. میدیدم نان میخوری. کتی چی میخوردی؟ خشک میخوردی؟ چی کار میکنی اینجا سرسر؟ ها؟ بوتل جمع میکنی. روز چند میشه ای؟ یک مردم جمع میکنم و یک نیمکه دانی 1 روپیه میفروشی؟ یک روپیه 2 تا. روپیه را 2 دانه؟ در یک روز چند روپیه میکنی؟ 100 روپیه میکنی یا 20 روپیه؟ 20 روپیه؟ چند نفر هستین باز در خانه؟ 9 نفر. مشکلات تان حل میشه روی؟ دیگه برف آمد هوای سرد. ما براتون شیر آوردم تون بخورین. کت چای بخورین. کت چی؟ کت نان تون خلاص شد؟ پایینه. چقش که ناله خواه؟ ببین که در داخلش چی هست؟ از داخلش بقم برای ناله. بگی پچق که؟ از اینجا پچق از اینجا ما هم پچق میکنیم. تو هم سیز زهرا هم میگیره. بگی از این طرفش تو هم 3 نفره 1 2 3 اوه. أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السحر. کلش از خودت از خواه؟ این همی از خود تا از خواه؟ آفاین هر 3 تان تقسیم کنیم. بگین این کاغذ استکای تا پاک. أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السحر
خودتان میخورید؟ نه از خودتان است. سلامت باشید. یگان وقت می داخل شیر یگان چیزا می باشه. بود دیگه گفته اگم تا خود نفر باید فکر کنه دیگه. آنه؟ خب یعنی هدف تیز چیزی که خراب باشه؟ نه هدف هم دیگه دو نفر که خودش که مذاق داشته باشه صحیح دیگه تو نخواد که کار کنده تو شراب خب سعی خیلی ببینیم در داخل از این چیز نه بار که در داخل چیز نیست سر ما مشکوک شدی. نه مشکوک شدی ما میخوایم نشان بدم. تو بگی از یک طرفش تو پچقش که یک طرفش بگی تو بگی بیا نه تو سر مشکوک شدی. هنيئا لمن أخلص الحب عمرا وسحقا لذاك الذي قد کلش پیسه بوده. نه این کاتی که مذاق داشته کارو میکنه خب ما یه از شما هستی کلش پیسه. خیر بخیر باشی. أحب الوفاء بشتى الصور شما یا ایرت بگی اما پچقش که بیده داخل شیر چی هست؟ پچقش که داخل شیر ببین چی هست پچق کن این تو پچقش باشه مثلا. أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع شاگه کلش پیسه پر است. از استفاده کنید. اینا فکر کنین که دیگه با خیر استفاده کنین کاکو جان. بیام باشه. خدا حافظ. رأيتك تهوى غياب البصر یکان دفعه داخل شیر بسیار چیزا می باشه عجیب غریب. هنی که پچق کنیم که داخل از این چیز نباشه. آدم چک کنه نه؟ بگی تو از یک طرف تو بگی. آینه خب. نه. کلش پیسه بوده. کلش پیسه. بخیر استفاده کنی لالا. بخیر باشی. زنده باشی. خب دوستان عزیز فراموش نکنید که برنامه‌های تفریحی بنیاد خیری قمر بابت کمک و دستگیری از نیازمندان است. یعنی این برنامه رو که ما ثبت می‌کنیم فقط یک هدف یک غرض داریم و او که ما بتونیم یک بهانه پیدا کنیم برای دلجویی از این نیازمندان. شماره واتساپ همچنان لینک ها در خدمت شماست. میتونیم که ما به عنوان یک پل ارتباطی میان خودتان و این خانواده انتخاب کنید. الذي قد غادر هنيئا لمن أخلص الحب عمرا وسحقا لذاك الذي قد غادر